وصیت‌نامه سندی است قانونی که به موجب اون وصیت کننده فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی‌های خویش پس از مرگ می‌کند. این تعریف ساده شده وصیت‌نامه است که سابقه نوشتن اون به زمانهای باستان باز می‌گرده. اما بین وصیت‌نامه شخصی و وصیت‌نامه سیاسی تفاوت‌هایی وجود داره و افراد در نوع اول به تعیین وارث برای اموال خود و دادن نصیحت و اندرز به فرزندان خود می‌پردازند. ولی در وصیت‌نامه‌های سیاسی که عموماً توسط رهبران و اشخاص مطرح سیاسی انجام می‌گیره، به طراحی خط و مشی برای آینده کشور، حزب یا جنبش، نصایح پدرانه برای پیروان و غیره پرداخته میشه و در اون کمتر مسائل احساسی و عاطفی و بیشتر مسائل سیاسی، اعتقادی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گوشزد میشه. اما درباره وصیت‌نامه محمد رضا شاه همیشه بحث و گمانه‌زنی وجود داشت. عده‌ای اون رو کاملا موثق میدونن و عده‌ای دیگه‌ای اون رو منتسب به ایشان و بدون وجاهت سیاسی وصیت‌نامه میدونن. در روزهای پایانی سلطنت پهلوی و در حالی که انقلاب اسلامی هنوز به نتیجه نهایی خودش نرسیده بود، محمد رضا شاه پهلوی کشور خودش رو ترک کرد. او پس از ترک ایران به کشورهای مختلفی از قبیل مراکش، پاناما، مکزیک، آمریکا و مصر رفت. محمد رضا شاه در تاریخ 3 فروردین 1359 با استقبال رسمی و گرم انور سادات و همسرش وارد مصر شد، جایی که مقصد نهایی آخرین پادشاه ایران بود. وخامت اوضاع جسمانی او به دلیل سرطان باعث شد که در بدو ورود در یکی از بیمارستان‌های مجهز مصر بستری بشه و سرانجام پس از 5 ماه در تاریخ 5 مرداد همان سال در سن 61 سالگی درگذشت. انور سادات مراسم باشکوهی برای تشییع جنازه او برگزار کرد، اما تعداد بسیار محدودی از افراد و شخصیت‌های سرشناس در مراسم او حضور پیدا کردند، تا جایی که دوست دیرین او یعنی ملک حسن دوم حاکم مراکش هم در این مراسم شرکت نکرد. جسد او نهایتاً در قاهره و در مسجد الرفاعی این شهر به خاک سپرده شد. پس از مرگ شاه، وصیت‌نامه‌ای تحت عنوان وصیت‌نامه سیاسی محمد رضا شاه پهلوی توسط خانواده و اطرافیان او منتشر شد و گفته شد که شاه قبل از مرگش اقدام به نگارش این متن کرده. اما برخی از افراد نسبت به اعتبار این وصیت‌نامه تردید دارند و اون رو ساخته و پرداخته فرح پهلوی و برخی از نزدیکان و دوستان او می‌دونند. شاهنشاه آریامهر در آخرین هفته‌های حیات خود در بستر بیماری و در شرایط غم‌انگیز و در اوج تلاش برای مبارزه با بیماری هولناک خود با مزاجی رنجور سخنان ایراد و راهنمودهایی کردند که مجموعه این تقریرات به صورت پیام زیر تدوین می‌گردد. در این هنگام که دور از خاک وطنم در چنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می‌کنم، به عنوان پادشاه ایران زمین این پیام را به ملتم که در شومترین دوران تاریخی وطنش روزگار تیره‌ای را می‌گذراند می‌فرستم. همانند هر مسلمان معتقدی که در آستانه مرگ از وجدان پاک و صفای کامل روح برخوردار است، خداوند بزرگ را به شهادت می‌طلبم. از آن وقت که صرفاً به خاطر جلوگیری از خونریزی هموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم، آنی از فکر سیه‌روزی تدریجی ملتم و مخصوصاً اندوه رقتبار شهادت وطن پرستان با نام و گمنامی که سینه‌های فراخ خود را در مقابل جوخه‌های آتش جلادان قرار دادن فارغ نبوده و با تار و پود وجودم این رنج‌های روزافزون را احساس کردم و در این رهگذر از تقدیر خود رضایت دارم که در این دوران آوارگی ضربات تازیانه سرنوشت این رنج ملی را بر روح و جسم رنجور من هم کوفته. شگفت اتفاقی است. در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من هم که در تکاپوی نجات وطن بودند، پیاپی آماج گلوله‌های دشمنان ایران قرار می گیرند. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوانمردانه در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت تعبیر می‌کنم و برای اینکه چنین پیوندی جاودان بماند توصیه می‌کنم که بعد از نجات کشورم کالبدم در گورستان این شهیدان جانباخته وطن مدفون گردد. من در این دقایق واپسین شیرینی خاطرات افق ایران عزیز را که با آن عشق می‌ورزم در برابر تلخی زهراگین مرض جانسوز قرار دادم. خاطره شالیزارهای کرانه‌های دریای خزر و مرغزارهای دیلم، خاطره قله‌های پربرف سبلان و سهند آذربایجان، خاطره کوهستان‌های سبز و خرم زاگرس کردستان و هامون‌های اوریان بلوچستان، خاطره اروندرود خوزستان و هیرمند سیستان، خاطره دشت ارژن فارس، خاطره حاشیه‌های کویر سوزان خراسان و کرمان، خاطره شهرک‌ها و دهستان‌های ساحلی خلیج فارس،
خاطره کوچ عشایر دلیر و فداکار و به طور کلی با اندیشه همه گوشه و کنار آن سرزمین مقدس و مردم پرتلاش و پرتوان آن چشم از جهان فرو می‌بندم. به یاد داشته باشیم که صفحات تاریخ وطن ما فراز و نشیب‌های فراوانی را در خودش حفظ کرده، ولی همچنان که حمله اسکندر، هجوم مغول، فتنه افغان و اشغال متعدد بیگانگان قادر نشدند مشعل فرهنگ و تمدن باستانی ایران را خاموش کنند، مطمئن هستم شعله‌های فروزان این تمدن و فرهنگ در پرتو انوار خیره کننده خود بر این سیاهی اندوهبار چیره خواهد شد و یک رستاخیز ملی افتخارات نسل حاضر رو در تاریخ درخشان ایران ثبت خواهد کرد. من سرنوشت کشور را به قانون اساسی می سپارم. این قانون اساسی ودیعه‌ای گرانبهایی است که انقلاب مشروطیت به ملت ایران ارزانی داشته و به همین جهت صیانت و احترام به اصول آن که بنیاد تمامیت ارضی و استقلال میهن ماست و همچنین شالوده حاکمیت ملی متکی بر قومیت تاریخی و مبانی اعتقادات مذهبی مردم این سرزمین بر آن استوار است، بر همه آحاد کشور از واجبات ملی است و پاسداری از آن را به پسرم تاکید می‌کنم. امیدوارم او که اینک در عنفوان جوانی است و جوهره وجودش مانند هر جوان ایرانی دیگر سرشار از غرور ملی است، با درک حقایق این تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی اندوخته است پند زمانه را بیاموزد و فقط به اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردمی و همگامی با آن پرچم مقدس سرنگ ایران زمین را در اهتزاز و سرفراز نگه دارد. محمد رضا پهلوی، مرداد ماه سال 59. محمد رضا شاه پهلوی در 5 مرداد سال 1359 بعد از تحمل یک دوره بیماری در قاهره درگذشت. احمد علی مسعود انصاری که دیپلمات بلندپایه دوران پهلوی و شوهر دخترخاله فرح دیبا بود، در آخرین روزهای حیات محمد رضا پهلوی با او دیدار داشت و بعد از مرگ شاه هم به قاهره رفت. او روایت متفاوتی از وصیت‌نامه شاه دارد و میگوید هنگام ترک نیویورک به لندن و از آنجا به قاهره به دیدار هوشنگ انصاری رفتم. انصاری به من گفت وقتی به قاهره رسیدم بپرسم و جستجو کنم که آیا شاه در مورد مسائل سیاسی و آینده ایران و ولیعهد وصیتی هم کردند یا نه. وقتی به قاهره رسیدم مترصد بودم که ببینم وصیت‌نامه‌ای در کار هست یا نه و عجبا که فهمیدم وصیت‌نامه‌ای در کار نیست. به همین علت هم فرح دست به کار شده بود که متنی به نام وصیت‌نامه سیاسی شاه تهیه شود و مأموریت و انجام کار را به عهده دکتر منتظری، یکی از اشخاص مورد اعتماد و علاقه فرح، سپرده بودند. جواد معین‌زاده و چند نفر دیگر هم همکاری می‌کردند و دستاندرکاران آن بودند. حاصل کار آنها همان متنی است که امروز به عنوان وصیت‌نامه سیاسی شاه معروف شده و البته بعد از مرگ او به وسیله اشخاص یاد شده تهیه گردیده. این متن که بیشتر احساساتی و عاطفی است تا سیاسی، فاقد راهنمودهایی است که معمولاً وصیت‌نامه یک رهبر سیاسی رو از وصیت‌نامه دیگران متمایز می‌کند. در آن تنها به مسئله جانشینی ولیعهد اشاره شده و الا از شبایتکردها و توصیه‌های سیاسی سخنی به میان نمی‌آید. اردشیر زاهدی روزی را به یاد می‌آورد که در پی مرگ شاه و از طریق فرح دیبا در جریان نحوه رفتار پزشکان آمریکایی با او در واقعه عمل جراحی او قرار گرفته است. اعلی حضرت محمد رضا شاه در ساعت 9 صبح روز 5 مرداد 1359 درگذشت و من برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ایشان عازم قاهره شدم. در قاهره تشییع جنازه با شکوهی از جنازه ایشان به عمل آمده بود. تابوت شاه در پرچم سرنگ ایران پوشانده شده بود و مدال‌ها و نشان‌های شاه روی آن قرار داشت. در پشت جنازه ریچارد نیکسون، هنری کیسینجر، کنستانتین پادشاه سابق یونان، والا حضرت اشرف و شهبانو فرح و بنده به اتفاق همسر سابقم والا حضرت شهناز و عده‌ای از رجال بلندپایه آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی حرکت می‌کردند. پس از دفن شاه و پایان مراسم خاکسپاری چند روزی در کاخ عابدین نزد شهبانو باقی ماندیم و شهبانو در این فرصت مطالبی را از روزهای پایانی عمر شاه برای ما تعریف کرد که نشان میداد بردن شاه به آمریکا همانا توطئه‌ای برای قتل ایشان بوده و پزشکان آمریکایی به جای معالجه شاه مرگ او را تسریع کرده بودند. شهبانو برایم چنین تعریف کردند و من این مطلب را چون خودم شاهد و ناظر نبودم از قول ایشان تعریف می‌کنم. هنوز چند روزی از عمل جراحی شاه نگذشته بود که عکسبرداری‌ها نشان دادند پزشکان جراح در هنگام عمل شاه سنگریزه‌ای را در کیسه صفرای او جا گذاشتند. هنگامی که این مطلب به اطلاع پروفسور کولمن رسانده شد،
او به جای آنکه متاسف باشد شروع به خندیدن کرد و گفت به راستی چه مسخره و خنده‌آور است که جراحان متوجه به جا ماندن این سنگریزه نشدند. من فوراً به پاریس تلفن کردم و با پروفسور فلاندرن مشورت نمودم. دکتر ژورژ فلاندرن که از جراحان برجسته فرانسوی و از دوستان دیرینه من و شاه بود گفت در عمل کیسه صفرا یک روش استاندارد وجود دارد که جراح باید ضمن عمل جراحی به کبد بیمار فشار بیاورد تا معلوم شود آیا همه سنگ‌ها از کیسه صفرا خارج شدند یا نه. چرا آنها این کار را نکردند؟ از آنها بپرسید چرا و بعد هم به خاطر حفظ جان شاه فوراً او را از آمریکا خارج کنید. چرا که این علامت آن است که می‌خواهند او را در بیمارستان بکشند. در وضع بدی قرار گرفته بودیم. مدت‌ها تلاش کردیم تا به آمریکا بیاییم و حالا باید شاه رو برمی‌داشتیم و از آمریکا فرار می‌کردیم. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می‌کنید. حتما نظرتون رو در قسمت کامنت و در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید و اگر هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید.